10 تا اختراع خفن که زندگیتون رو از ماتریکس خارج میکنه. بریم تو کارش. شماره 10، تیر و کمون آهن ربایی. شماره 9، سبد بسکتبال مخصوص لباس. شماره 8، یک گجت فوق کاربردی مخصوص حموم، فقط لجندا میفهمن. شماره 7، تخت خوابت از پریز دوره، بیا که چاره کارت پیش خودمه. شماره 6، اسکیت اینجوریش بهتره یا همون اسکیت های معمولی که هممون میشناسیم؟ شماره 5، یه قفل خفن مخصوص موتورسیکلت، فقط ببینید. شماره 4، یه حلقه اسمارت ضد آب با کلی قابلیت‌های خفن. شماره 3، اگه مثل خودم یه فیلم بین دو آتیشه یا یه گیمر حرفه‌ای هستی، این میز وسط خیلی به کارته. شماره 2، یه دسته بازی فوق خفن که یه گیم باز حرفه‌ای قطعاً عاشقش میشه. چرا؟ خودت ببین. و در نهایت شماره 1، این گجت یه مربی بدنسازی هوشمنده. حالا تو توی کامنت ها بگو از بین 1 تا 10 کدومش بیشتر به کارت میاد؟